بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان عزیز ما در پای 11 تجربی، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. خب رسیدیم به مبحث تقسیم یاخته. مبحث تقسیم یاخته یک مبحث ناشنایی واسه ما نیست. ما قبلا توی کتاب علوم سال 8 کم و بیش یک مطالبی رو درباره انواع تقسیم‌هایی که داخل یاخته، تقسیم‌هایی که میتونه واسه یافت‌های جانوری رخ بده، صحبت‌هایی در موردش کرده شده. بیایم اینجا یه مقدار عمده‌ای کنیم به این مبحث. نکته‌ای که وجود داره قبل از اینکه من مباحث مربوط به روش‌های تقسیم رو با هم دیگه کار کنیم، بهتره که خود یاخته رو بفهمیم و بعد بفهمیم که داخل تقسیم یاخته دقیقاً چه چیزی میاد تقسیم میشه، چه چیزی اصل تقسیم هست در واقع. برای این کار اول باید یافته‌ها رو از همدیگه متمایز کنیم. دوستان، ما دو نوع یاخته در بدنمون داریم. یک یاخته های جنسی هستند و یک نوع یاخته دیگه یاخته های غیر جنسی یا به عبارتی یاخته های پیکری هستند. بریم یاخته های جنسی که محدودتر هستن رو با هم دیگه اول آشنا شیم. یک نوع یاخته جنسی که توسط جنس نر تولید میشه اسپرم یا زامه هست و سلول جنسی که توسط جنس ماده تولید میشه تخمک هست. ما دو نوع سلول جنسی بیشتر در بدن انسان ها نداریم، یا اسپرم و زامه است یا تخمک است و هر سلولی که شما چه از سال دهم چه همین سال 11 یاد گرفتید، همه اون سلول‌ها که یاد گرفتید سلول‌های غیر جنسی هستن یا به عبارت سلول‌های پیکری هستن. سلول‌های جنسی سلول‌هایی هستن که مستقیم در روند تولید مثل و زادآوری ما نقش دارن. سلول‌های پیکری مستقیم داخل این کار نقش آفرینی ندارن. واسه اینکه خوب سلول‌های پیکری رو متوجه شیم، شما این تصویر رو ببینید. اینجا سلول اسپرم رو می‌بینید که وارد سلول تخمک میشه. به این عمل لقاح میگن. لقاح هاست اسپرم رو میاد با تخمک مخلوط میکنه محتواش رو. نکته‌ای که وجود داره وقتی قشاشون با هم یکی بشه، هسته اسپرم یا زامه وارد تخمک میشه و لقاح رخ میده. حاصل لقاح یک یاختی هست به نام یاخته تخم. این یاخته تخم میاد و یه مسیری رو شروع میکنه. الان تشکیل تخم شد، شروع کرد به تقسیم کردن. یکی بود شد دوتا بود و همین تقسیمات متوالی در نهایت میتونه یک جانداری رو تولید کنه مثل ما که از صدها میلیارد سلول ساخته شدیم. یک یاخته چجوری تونست منشأ صدها میلیارد یاخته دیگه بشه؟ آیا رشد در تعداد یاخته ها صورت گرفت؟ رشد به صورت افزایش تعداد صورت گرفت؟ کاملا صحیحه. ولی خب این روشه چجوری بوده؟ کدام تقسیمات دخیل بودن؟ واسه اینکه اونا رو یاد بگیریم ما قبلا یه تعدادی از انواع تقسیم رو یاد گرفتیم. ما بریم ادامه بدیم، بعد میرسیم به انواع تقسیماتی که همون یاخته تخم میتونه انجام بده تا سلولای دیگه پیکری رو و سلولای جنسی رو تولید کنه. خب بچه‌ها، چیزی که وجود داره سلول جنسی یا یاخته جنسی و یاخته پیکری، چه چیزی حد تفاوت اینهاست که یکی از اینها مستقیم در تولید سلول تخم نقش داره دیگری نه؟ بچه‌ها، تفاوت اصلی سلول‌های پیکری با سلول‌های جنسی تفاوت در تعداد ماده وراثتی است. در واقع قبل از این حالا ما ماده وراثتی رو زیاد با شما کار نکردیم، این چیز از علومتون خاطرتون باید باشه. وگرنه در واقع ماده وراثتی بچه‌ها سلول‌های جنسی نصف ماده وراثتی سلول‌های پیکری بالاخص همون سلول تخم است.
چرا میگم بلخص سلول تو؟ چون معمولا دیگه، چرا؟ چون مثلا شما گلبول قرمز رو قبلا آموختید که اصلا هسته نداره گلبول قرمز باله، پس ماده وراثتی هم نداره اصلا. ماده وراثتی درون هسته قرار داشته دیگه. یا بعضی از سلول ها مثل سلول های قلبی و سلول های مایچه قلبی و سلول مایچه اسکلتی از یک هسته بیشتر داشتن. نکته‌ای که در مورد پس ماده وراثتیشون هم چند برابره دیگه. ولی اغلب یافته‌های بدن یا یافته‌های پیکری به عبارتی ماده وراثتیشون تقریبا 2 برابر سلولای جنسیه. فقط نکته‌ای که وجود داره، چه چیزی باعث شده که سلولای جنسی نصف داشته باشن؟ اتفاقی که افتاده اینه که سلولای جنسی طی یک تقسیمی تولید میشن به نام تقسیم میوز یا کاستمان که طی اون ماده وراثتی کاهش پیدا میکنه. خب چرا؟ چون بچه وقتی این دوتا با هم دیگه ترکیب شن به اندازه یک سلول پیکری کامل داشته باشن. درسته؟ این نصف شدنش برای اینکه وقتی یک نفر جدید تشکیل بشه دقیقا به اندازه یک سلول پدر یا یک سلول پیکری پدر یا مادر داره محتوای وراثتی باشه. سلول پیکری خودشون روش تقسیمشون چیه که شما داخل اون ویدیو هم دیدید. روش تقسیم میتوز یا رشتمان است که ماده وراثتی طی اون تقسیم کاهش پیدا نمیکنه و بعد یک سان میاد تقسیم به نسل بعدی منتقل میشه. بعدم با هم دیگه روش ها و نحوه کارش رو با هم دیگه کار میکنیم. بیایم یه مقدار بیشتر رو ماده وراثتی و روی خود یاخته سرمایه گذاری کنیم. خب ماده وراثتی در طول زندگی یک یاخته های تغییر میکنه؟ 100% تغییر میکنه. فقط یه سوال، داخل چه بازه زمانی از زندگی یک یاخته تغییر میکنه؟ ببین بچه‌ها، زندگی وقتی یک یاخته داره زندگی میکنه میتونه 2 تا مرحله رو طی کنه. یک مرحله اینترفاز هست که حتما طی میکنه. مرحله دیگه مرحله تقسیم است. مرحله اینترفاز از مرحله تقسیم مرحله بزرگتریه و اصولا بعضی از یاخته ها اصلا مرحله تقسیم رو طی نمیکنن و فقط داخل اینترفاز باقی میمونن. ولی این ماده وراثتی اگه قرار تغییر کنه باید داخل اینترفاز با تقسیم تفاوت داشته باشه دیگه. در مرحله تقسیم ما ماده وراثتیمون رو میگیم فامینه یا کروماتین و در مرحله اینترفاز میگیم فامینه یا کروماتین و در مرحله تقسیم میاد فامتن یا کروموزوم میشه. آقا فرقشون چیه؟ اگه ما کل زندگی رو در نظر بگیریم اینترفاز تقسیم، میبینید تقسیم مقدار کمتر دیگه، حکم یه مهمونی رو داره در واقع واسه یک یاخته. ببینید بچه‌ها، ماده وراثتی در حین اینترفاز به صورت یک توده در هم پیچیده هست. تصویری که میبینید، حالا هر وقت رفت تقسیم شکل و شمایلش تغییر میکنه و تبدیل میشه به فامتن، وگرنه در مرحله اینترفاز به صورت یک توده در هم پیچیده به نام کروماتین یا فامینه هست که شما داخل این تصویر دارید میبینید. فقط نکته‌ای که وجود داره، چه چیزی باید، یعنی به چه نحوی میاد این توده در هم پیچیده تبدیل میشه به این بخش متراکم؟ این اتفاقاتی است که ما داخل حد فاصله بین اینترفاز و تقسیم داریم و میاد اتفاق میفته. نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها، شما اینو میدونید که داخل هسته ماده وراثتی وجود داره و غیر از اون، حالا این ماده وراثتی که مولکول DNA هست، غیر از اون مولکول‌های پروتئینی هم حضور داره. قبل از این که یاخته ماده وراثتی یاخته یا همون فامینه یاخته بیاد وارد مرحله تقسیم بشه، ابتدا میاد 2 برابر میشه. چرا؟ میخواد تقسیم شه دیگه، باید اول، نمیتونه که کم بشه که اول نصف، اول 2 برابر میشه که وقتی تقسیم میشه ماده وراثتی کم تر نشه. خب اول میاد فامیلش رو 2 برابر میکنه، بعد از این که یعنی این توده در هم پیچیده ضرب در 2 میشه، 2 تا میشه، یکی نمیشه. بعد از این مرحله وارد مرحله تقسیم میتونه شه. وقتی که وارد مرحله تقسیم شد این رشته های فامینه فشرده میشن و تبدیل میشن به فامتن. یعنی چی؟ یعنی 2 برابر شدن این توده یاختی تو مرحله اینترفاز میاد رخ میده. فشرده شدن این توده یاختی
تو مرحله تقسیم یاخته تا در نهایت بیاد فامتن یا کروموزوم رو بسازه. خب بریم با هم دیگه خوب این تصویر رو ببینیم. این یک یاخته هست. شما داخل این یاخته چی میبینید؟ وارد هسته شدید، از منافذ هسته وارد همون ماده وراثتی میخوایم بشیم. نگاه کنید بچه‌ها، مولکول دی ان ای رو اگر ما در یک یاخته جانوری بیایم صاف قرارش بدیم، حدود 2 متر طول داره. پس چجوری میشه داخل یک یاخته در حد میکرومتر میاد جاگیری میکنه؟ یک یاخته که خیلی ابعادش از متر کوچکتره میاد و جا میشه. اولین نکته‌ای که وجود داره، مولکول‌های دنا میان پیچ خوردگی هایی توشون، پیچ خوردگی هایی که بچه ها در طول مولکول دنا هست نه در عرض مولکول دنا، پیچ خوردگی هایی در طول مولکول دنا ایجاد میشه که باعث میشه که یک سطحی از فشردگی رو تحمل کنه. بعد از این مرحله، یعنی یک سطحی از فشردگی همینه که مولکول های دنا که از نوکلئوسیدها تشکیل شدن پیچ بخورن. سطح بعدی فشردگی اینه که این مولکول‌های دنا بیان ساختارهایی به نام نوکلئوزوم یا هسته تن رو ایجاد کنند. برای تشکیل شدن نوکلئوزوم باید مارپیچ دنا بیاد حدود 2 دور 8 مولکول پروتئینی به نام هیستون، 8 مولکول هیستون بپیچه. اونجایی که گفتیم فامینه از پروتئین تشکیل شده و دنا یک بخشی از اون مولکول دنا همین یک بخشی از اون پروتئینا همین مولکول های هیستون هستن که مولکول دنا حدود 2 دور میاد طورش میپیشه و ساختار هسته تن یا نوکلئوزوم رو ایجاد میکنه که سطح بعدی فشردگی رو عملا فراهم میکنه. بعد از این مرحله همین مولکول های همین نوکلئوزوم ها یا هسته تن ها میان افزایش فشردگی رو متحمل میشن و حالا کتاب درسی در مورد اینکه اینا چه جوری فشرده میشن، آیا مولکول های دیگه داخل است، اصلا صحبت نمیکنه، ما هم باهاش کار نداریم. در هر حال بعد از این مرحله مولکول های نوکلئوزوم یه فشردگی دیگه، بعد فشردگی بعدی رو متحمل میشن که باز اصلا در موردش کتاب درسی در مورد نوع پروتئین مطرح شده صحبتی نمیکنه. فشرده میشن این 5 سطح فشردگی، در نهایت میاد کروموزوم ایجاد میکنه. تصویر کتابتون رو ببینید. اولین سطح فشردگی مولکول دنا همین پیچ خورده ها، همون پیچ خوردگی هایی است که در مولکول دنا در طول مولکول دنا وجود داره. دومین سطح پیچ خوردگی اینه که حدود 2 دور 8 مولکول هیستون میپیچیده و ساختاری به نام نوکلئوزوم رو ایجاد میکنه. سومین سطح پیچ خوردگی افزایش فشردگی همین نوکلئوزوم هاست. کتاب درسی در مورد نوع پروتئین دخیل صحبتی نمیکنه. سطح بعدی این فشردگی هایی که واسه نوکلئوزوم رخ داده بود دوباره یک سطح دیگه به کمک یک پروتئین دیگه میام، کتاب باز بحث نمیکنه و سطح 4 ایجاد میکنه. در نهایت در مرحله تقسیم شما میاد یک فامتن مضاعف شده. بچه‌ها مضاعف شده یعنی چی؟ یعنی 2 برابر دیگه. یادتونه گفتم تو مرحله اینترفاز قبل از اینکه وارد تقسیم بشه فامین 2 برابر میشه. خب وقتی فامین 2 برابر بشه پس فامتنی هم که ایجاد میکنه فامتن 2 برابر یا به وارد فامتن مضاعف شده است. تمام. بیایم اینجا این تصویر رو ببینیم، ادامه بدیم، سطوح فشردگی رو ببینیم. همه این اتفاقات برای اینی که این ماده وراثتی بتونه داخل هسته جا بشه. حالا مولکول‌های پروتئینی داخل هستن؟ بله. کدوم مولکول پروتئینی رو کتاب درسی معرفی کرده؟ تنها مولکول پروتئینی که معرفی کرده مولکولی هست به نام هیستون. بقیه پروتئین ها رو کتاب درسی معرفی نکرده ولی وجود داره. خب این از این قسمت. در نهایت این افزایش فشردگی که در مرحله تقسیم میاد رخ میده، اتفاقی که میفته میاد فامتن یا کروموزوم ایجاد میکنه. بچه‌ها در مورد مضاعف شده بودنش صحبت کردیم، یعنی 2 فامتن های مضاعف رو بهتون گفتیم.
مفهومش رو چیه؟ فقط نکته‌ای که وجود داره این الان یک فامتن هست، اینم الان یه تصویر دیگه ای با یه رنگ دیگه بذارم اگه یه مقدار ضخامتش بیشتر باشه ضرر. این الان یک فامتن، این تصویرم یک فامتن دیگه. ولی چرا جفتش رو ما میگیم یک فامتن مضاعف شده؟ چرا؟ چون در محلی به نام سانترومر اومده این دوتا فامتن با هم دیگه متصلن. چون با هم دیگه متصل هستن و به عبارت حاصل همانندسازی، یعنی همانندسازی شده، دو برابر شده مولکول همون فامینه. اتفاقی که افتاده اینه که این دوتا فامتن نسبت به هم دیگه، اولا به هر کدومشون میگیم فامینک و نسبت به هم دیگه فامینک خواهری هستن. چرا؟ چون از لحاظ نوع ژن‌ها یکسان هستن، از لحاظ محتوای وراثتی کاملا یکسان هستن. پس به این فامینک ها میگیم فامینک های خواهری که در محلی به نام سانترومر به هم دیگه متصل شده اند. این هم از این. خب آقا این تصویری که برداشته شده این تصویر واقعیه. ما میتونیم تصویر واقعی فامتن‌ها رو ببینیم؟ بله بچه ما یک تصویر برداری داریم به نام تصویر برداری کاریوتیپ. تو تصویر برداری کاریوتیپ هر وقت که محتوا فامتن‌ها به حد اکثر فشردگی رسیدن، میان ازشون عکس برداری میکنن. وقتی عکس برداری کردن میان اونا رو مرتب میکنن. بر چه اساسی بچه ها مرتب میکنن؟ یکی از اساس ها اندازه شون هست. بر اساس اندازه، بر اساس شکل و همچنین بر اساس محل قرارگیری سانترومر میان فامتن ها رو از فامتن مضاعف شده رو از همدیگه جدا میکنن. در نتیجه یه تصویری مثل این ایجاد میکنن که ما بهش میگیم کاریوتیپ. حالا چیزی که در مورد کاریوتیپ وجود داره، شما از کاریوتیپ خیلی چیزا میتونید بفهمید. مثلا شما داخل این تصویر میبینید که فامتن‌های مضاعف شده 2:2 هم اندازه، این واسه یک انسان است بچه‌ها، 2:2 هم اندازه هستن، محل قرارگیری سانترومرشون یکسان هست و شکل یکسانی هم دارن تا کروموزوم 22، یعنی 22 جفت یا به عبارتی 44 تا فامتن رو داریم که 2:2 با هم دیگه همتا هستن که بهشون میگیم فامتن همتا. حالا یه دو تا فامتن داریم داخل این کاریوتیپ که XX هست و یک ایگرگ هم داریم که هیچی نداره. خب اینها این 22 جفت فرقشون با این دوتا چیه؟ واسه اینکه فرقشون رو ببینیم بریم شکل کتاب درسی رو ببینیم. شما داخل این تصویر میبینید که فامینک های خواهری که داخل این تصویر دو هست، این دوتا فامتن های همتا هستن. چیزی که وجود داره داخل این تصویر کتاب درسی تا 22 مرتب کرده، x y هست، x بزرگتره y کوچیک‌تره. این قضیه چیه بچه‌ها؟ این 22 تا جفت فامتن همتایی که دارید میبینید ما به این 22 جفت فامتن میگیم فامتن های غیر جنسی. چرا؟ چون در تعیین جنسیت یعنی مرد یا زن بودن دخالت ندارن. انسان ها و بعضی از این جانداران دارای کروموزوم هایی هستن که در تعیین جنسیت یعنی زن یا مرد بودنشون دخالت داره. توی ما انسان ها کروموزوم های جنسی X و کروموزوم جنسی Y در زن یا مرد بودن دخالت داره که حالا بعدا در موردش صحبت می‌کنیم. ولی خب اگه دو تا X باشه زنه و اگر داخل این تصویر هم می‌بینید یک X و یک Y باشه شما کاریوتیپ یک مرد رو میتونید عملا داشته باشید. این هم از توضیح. خب آقا فایده کاریوتیپ چیه؟ ببینید بچه‌ها فایده، حالا قبل از اینکه فایده کاریوتیپ اول فامتن‌ها رو تموم کنم. ببینید فامتن‌ها با توجه به این چیزی که دیدیم ما فامتن جنسی داشتیم و غیر جنسی. بعضی از فامتن‌ها مستقیم در جنسیت مشخص هستن، تاثیر داشتن، بیشتریشون هم نداشتن. پس یک تقریبا اینجوری داریم.
انسان و بعضی از جانداران دارای فامتنهای جنسی هستن، بعضی از جانداران اصلا نیستن. مثلا ما داخل انسان ها کروموزوم جنسی X و Y رو داریم که اتفاقا هم اندازه هم نیستن. یک زن دارای 2 کروموزوم جنسی X است که اندازه بلندتری داره، یک مرد دارای یک کروموزوم جنسی X و یک کروموزوم جنسی Y. همین الان بخوام فامتن همتاشون مرتب کنم، جفت اینا دارای 22 جفت فامتن همتا بودن. درسته؟ خب کاملا صحت داره. توی خانوم ها جفت جنسی هم چون همتا هستن، هم اندازه هستن، ما میگیم توی خانوم ها 23 جفت فامتن همتا وجود داره، داخل آقایان 22 جفت فامتن همتا داره، به اضافه مولکول X و Y که نسبت به هم دیگه همتا نیستن. این حرف اول. حرف دوم، این فامتنهای همتا مثلا شما داخل انسان دیدید که 2 به 2 که مثل همدیگه بودن. الزاما همچین قضیه‌ای برقرار نیست. چرا؟ مخصوصا داخل کروموزوم‌های جنسی و سلولای جنسی و سلولای پیکری. این تصویری که شما از کاریوتیپ دیدید سلول پیکری بود، سلول جنسی نبوده. واسه اینکه اینو بفهمید حتما باید متوجه باشید که فامتنهای همتا میتونن نسبت به هم متغیر باشن. مثلا به چه نحوی؟ شما داخل این تصویر میبینید 1 2 3 4 محل قرارگیری سانترومر، اندازه شکل یکسان. اینا 4 تاشون مثل هم دیگه، این 4 تا هم مثل هم دیگه. خب چند تا فامتن داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. تعداد فامتن 8 مساوی. خب چند تاشون با هم دیگه همتا هستن؟ این 4 تا با هم دیگه همتا هستن. تمام. چند تاشون نسبت به هم دیگه غیر همتا هستن؟ این دو گروه نسبت به هم دیگه غیر همتا هستن. پس عملا اگه بخوایم یک فرمولی بنویسیم، میگیم این موجودی که الان داخل این تصویر مثلا بخوایم محتوای وراثتش بدیم، میگیم این یک موجودی از 4n8 8 تا فامتن داره. این 8 تا 4 به 4 با هم دیگه همتا هستن. 2 تا هم فامتن غیر همتا داره که با هم دیگه یکسان به عبارتی نیستن. خب داریم، بله ما چندلادی زیاد داریم. مثلا موز یک گیاهی هست که 3N هست، یا گندم زراعی یک گیاهی هست که 6N هست. اینا مدل های چندلادی هستن. دو لاده هم که همین انسان رو با هم دیگه همین الان دیدیم که دو به دو کنار هم دیگه یکسان بود. این دو لاده. خب چیزی که میمونه این وسط اینه که شما داخل این تصویر دیدید که من سلولای جنسی هم گذاشتم، اینه که دو لاده سلول پیکریه. پس سلولای غیر سلولای اسپرم و زامه باشه هستن، اینا تکلادن بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی از لحاظ ماده وراثتی دیگه دارای فامتن همتا نیستن. شما اونجا گفتیم 2.46 واسه یک انسانه، N23 واسه یک سلول جنسیه. یک سلول جنسی طبیعی است که دیگه هیچ فامتن همتایی رو دارا نیست. خب بیایم ادامه بدیم این مطلب رو. بچه ها اصلا یه سوال، آیا کاریوتیپ گرفتن با این اوضاع احوالی که ما دیدیم فایده‌ای داشت؟ آره فایده‌ای داره. ما میتونیم بعضی از ناهنجاری‌های فامتنی رو با توجه به کاریوتیپ تشخیصش بدیم. مثلا شما این تصویر رو نگاه کنید، شما یه فردی رو میبینید که مبتلا است به سندروم دان. این فرد اگه خوب توجه کنید یه تصویر از سلولاش گرفتن، از فامتناش تو حد فشردگی گرفتن، دیدن که به جای 2 تا فامتن تو عدد 21 فامتن شماره 21 دارای 3 تا فامتن هست و علت اصلی این بیماری هم داشتن فامتن اضافی. حواسمون باشه چون 2 تا کروموزوم ایکس داره. این تصویر واسه یک خانوم هست. خانوم یا آقا بودن ربطی به سندروم دان داشتن یا نداشتن نداره، که ربط به کروموزوم های جنسی فقط داره. ولی اگر یک فامتن در کروموزوم شماره 21 افزایش پیدا کنه، یعنی به جای 2 فامتن 3 فامتن بشه، به عبارتی تریزومی باید مثلا رخ بده، میاد و مبتلا میکنه فرد رو به
سندروم داون. پس بعضی از ناهنجاری‌های فامتنی با استفاده از کاریوتیپ قابل تشخیص هستن. 3 تعداد فامتن رو ما میتونیم بفهمیم. ببینید بچه‌ها، غیر از باکتری ها یا به عبارتی ما یوکاریوت ها میتونیم از 2 تا بیش از 1000 تا فامتن داشته باشیم. هیچ محدودیتی اینجا وجود نداره. مثلا شما داخل این تصویر دیدید دیگه، در نهایت داخل این تصویر ما 23 جفت فامتن رو داریم. یعنی چی؟ یعنی 46 تا فامتن. پس ما انسان ها، تمام ما انسان ها 46 فامتن هستیم در اغلب سلول های پیکری. تمام. حالا آیا این 46 فامتنه بودن فقط مختص به ماست؟ نه مختص به ما نیست. انسان و زیتون جفتشون 46 فامتنه هستن. حالا اگه اینا 46 فامتنه، یعنی محتوایی که داخل این ماده وراثتی داخل این فامتناشون هست یکسانه؟ نه اصلا اینجوری نیست، یکسان نیست. ولی خب تعداد فامتناشون یکسان. حله، هیچ مشکلی هم وجود نداره. خب تمام این قسمت. بریم یه مقدار تو این مراحل زندگی یاخته مانور بیشتری بدیم. ما گفتیم که تو مرحله اینترفاز میاد رشته فامینه میاد 2 برابر میکنه رشته هاشو. درسته؟ خب این مرحله کی میاد اتفاق میشه؟ شما مولکول دنا رو دیدید، 2 رشته‌ای بود. کی میاد این رشته ها 2 برابر میشن تو اینترفاز؟ یا تقسیم چجوری فام تنها میان تقسیم میشن؟ واسه انجامین باید اول بفهمیم که بچه‌ها ماده وراثتی ما اگه بخوایم زندگی رو بگیم مثل یک چرخه است دیگه. در واقع زندگی یاخته رو میتونیم بگیم یک چرخه یاخته‌ای. از اینترفاز شروع میشه بخش اعظمش و تقسیم هم میتونه ختم بشه. مرحله اینترفاز خودش میتونیم بگیم چند مرحله میتونه باشه. اولین مرحله G1. مرحله G1 مرحله‌ای که یاخته شروع میکنه به رشد کردن و بیشتر عمرشو یاخته عملا داخل همین مرحله طی میکنه. ماده وراثتیش هم همون ماده وراثتی که حاصل تقسیم بوده یا حاصل همون سلول تخم حاصل لقاح بوده، تغییری نداره. ولی خب بیشتر عمر یاخته است، یاخته شروع میکنه به رشد کردن و حواس مربوط بود. خب بریم اینجا چی دیگه وجود داره. حالا اگر چرا بهش میگیم بچه جی اول به معنای بچه حرف کلمه گپ یا وقفه هست. این که میگیم وقفه اولیه به خاطر اینکه سلول میتونه عملا داخل این مرحله توقف پیدا کنه و اصلا بقیه مراحل اینترفاز رو طی نکنه، کلا تو G1 باشه و به عبارتی وارد مرحله G0 بشه. مثلا سلولای عصبی یا هر سلول دیگه، مثلا سلول عصبی تقسیم نمیشن یا به عبارت به ندرت میان تقسیم شن. اگه نمیخواد تقسیم بشن دیگه بقیه مراحل اینترفاز مثلا طی نمیکنن، وارد مرحله تقسیم هم نمیشن، وارد مرحله G0 میشن. هر سلولی هم که نخواد تقسیم بشه یا یه مدتی بخواد توقف داشته باشه وارد مرحله G0 میشه. بعد اگه بخواد تقسیم بشه وارد G1 شده، میاد از وقفه اول عبور پیدا میکنه، میره وارد مرحله S میشه. مرحله S از مرحله G1 یه مقدار کوتاه‌تره و اسش به معنای سنتزه. داخل این مرحله ماده وراثتی بچه‌ها 2 برابر میشه. یعنی اون فامینایی که داشتید تو مرحله اینترفاز تو مرحله G افزایش پیدا میکنه و 2 برابر شده. تمام. کارای مرحله S فقط 2 برابر شدن ماده وراثتی است. بعد از مرحله S یاخته وارد مرحله G2 یا وقفه دوم میشه. توی این مرحله باید بیاد با کمک اطلاعاتی که داخل ماده وراثتیش هست بیاد پروتئین ها و عوامل لازم برای تقسیمش رو بسازه. حالا بعدا میگیم چه عواملی لازمه، ولی علل حساب تو مرحله G2 میاد پروتئین ها و عواملی که لازم هستن برای تقسیمش رو با توجه به اطلاعاتی که توی فام تناش ذخیره شده میاد و میسازه. بعد از اینکه این مرحله رو طی کرد رشته‌های فامینه و یاخته وارد مرحله تقسیم میشه و افزایش فشار دیگه واسش رخ میده و فامتنها رو ما مشاهده میکنیم. مرحله تقسیم خودش 2 تا مرحله میتونه باشه بچه‌ها.
مرحله اول مرحله تقسیم هسته است. تقسیم هسته چون ما به دو صورت تقسیم هسته داریم با توجه به اون چیزی که در گذشته خوندید. یک نوع تقسیم هسته به نام میتوز هست. یک تقسیم دیگه تقسیم هسته به نام میوز هست. شما در تقسیم میتوز میبینی که فاهمتنها بین دو تا یاقه تقسیم میشن. تو تقسیم میوز میبینی که فاهمتنها بین 4 تا یاقه تقسیم میشن. نحوه کار به چه نحویه؟ بچه‌ها این فاهمتنها رو میبینید. خب توی میتوز نصف میشن، چون این دوتا نسبت به هم دیگه فامیلای خاری بودن، محتوی وراثتیش یکی بود دیگه. به هر یاقه نصف ماده وراثتی از اون سلولی که میخواست تقسیم بشه میرسه و عملا به اندازه یک سلول پیکری که همانندسازی نکرده داره محتوای وراثتی است. ولی اگه بخواد میوز کنه این شرایط متفاوته. توی میوز 4 تا سلول ایجاد میشه دیگه فاهمتنهای همتا هم بغل هم دیگه نیستن. ما توی هر یاقه دیگه هیچ فاهمتن همتایی رو نمیبینیم و همه فاهمتنهای غیر همتا میدن. یادتونه میگفتیم N23 همه غیر همتا بودن، ولی اینجا 2N46. این 2N یعنی تعداد فاهمتنهایی که به صورت همتا مشاهده میشه. خب این از مرحله تقسیم. حالا اگه تقسیم هسته انجام داد، اگر خواست میاد تقسیم سیتوپلاسم انجام میده و اون چیزی که تو سیتوپلاسم هست از اندامک ها ماده زمینی رو بین دو تا یاقه تقسیم میکنه. اگر نخواست هیچ، بدون تقسیم وارد مرحله اینترفاز میره. یاقه‌های جدید میتونست تغییر بشه. اینجا اگه تقسیم سیتوپلاسم انجام بشه دیگه هیچ. یعنی چی؟ یعنی یک سلولی ایجاد میشه که بیش از یک هسته داره یا دو هسته داره. مثل چی؟ مثل سلولای قلبی یا چند هسته‌ای، مثل سلولای ماهیچه اسکلتی. تو را دیگه تقسیم سیتوپلاسم قرار نیست انجام بشه. خب حالا اینکه خود تقسیم سیتوپلاسم به چه نحوی انجام بشه من با توی قسمت‌های بعدی در اختیارتون میذارم. ولی خب علالحساب با هم دیگه تونستیم مطالب گفتار اول رو به تفصیل با هم دیگه داشته باشیم. انشالله داخل ویدیوهای بعدی گفتارهای بعدی درس تقسیم یاقتی رو در خدمتتون قرار میدم. موفق و مؤید باشید بچه‌های عزیز.